بنا به اطلاع رادیوی آزادی، یکی از پیوندان رهبر زندانی گیاس برای زادگان بدخشان اورز وزیربیکوف را در شهر خورخ دستگیر کردند. نزدیکانش خبر دادند که طاهر عبداللهبیکوف رئیس پیشین خدمات کمونالی شهر خورخ و شوهر خواهر اورز وزیربیکوف به رسانیدن یاری مالی به اعتراضگران گمان بر می شود. یک نماینده ماموریت ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 21 نوامبر سال 2022 بدون دادن تفصیلات بازداشت عبداللهبیکوف را تصدیق کرده است. نزدیکان طاهر عبداللهبیکوف گفتند او را هفته گذشته از خانه اش بردند. هنوز عیب اعلان نشده است. به ما گفتند به اعتراضگران یاری رسانیده است. به اساس است وی به اعتراضگران هیچ کمک نکرده بود. گفته است به آزادی یکی از خویشاوندانش که نخواست نامش ذکر شود. طاهر عبداللهبیکوف در خورخ چندین دکان داشته است. اورز وزیربیکوف که یکی از رهبران پرنفوذ دیاسپورای پامری ها در روسیه دانسته میشد، همراه بلاگری همنسبش رمزی وزیربیکوف متخلص به رمزی شوگونوف شام 29 یولی سال 2022 در فرودگاه دمدیدوی شهر مسکو غیب شدند و علاقه روز 31 ایول در دوشنبه در بازداشت پیدا شدند. 5 نوامبر سال جاری دادگاه شهر دوشنبه اورز وزیربیکوف را به 16 سال زندان محکوم کرد. تفصیلات حکم او تا حال رسما نشر نشده است، ولی بنا به اطلاع غیر رسمی دادگاه او را به افراطگرایی، دعوت به سرنگون کردن حکومت و از خود کردن کمک‌های خیریه گناهکار شناخته است. خود اورز وزیربیکوف در دادگاه این اتهامات را رد کرده است. اورز وزیربیکوف نسبت به سیاست حکومت تاجیکستان به ویژه در مسئله ولایت مختار کوهستان بدخشان نظر و موقع انتقادی اپوزیسیونی داشت و قبل از بازداشتش از مقامات تاجیکستان برای سرکوب موج اخیر اعتراضات در روشان خورخ به شدت انتقاد میکرد.